مرحله تقسیم را انجام دهیم چطور بدانیم که اعداد داده شده بر کدام اعداد قابلیت تقسیم را داراست. بدین منظور معیارهایی وجود دارد که هر کدام آن را به نوبه آن تشریح خواهم کرد. بنابراین میپردازم به قابلیت تقسیم بر عدد 2. قابلیت تقسیم بر عدد 2. توسط فعالیت زائل قابلیت تقسیم بر عدد 2 را تشریح میتوانیم. فعالیت: این فعالیت به شکل گروپی اجرا می‌گردد، طور که در مرحله اول برای بعضی از گروه‌ها مقدار مشخص لوبیای تاق و برای بعضی از گروه‌های دیگر مقدار مشخص لوبیای جفت داده می‌شود. مانند تصویر ذیل: گروپ اول 11 دانه لوبیا، گروپ دوم 8 دانه لوبیا، گروپ سوم 14 دانه لوبیا، گروپ چهارم 10 دانه لوبیا، گروپ پنجم 13 دانه لوبیا و گروپ ششم 7 دانه لوبیا. و اکنون می‌پردازم به اجرای فعالیت. اجرای فعالیت: در مرحله دوم از گروپ ها می خواهیم که هر گروپ لوبیاهایشان را مساویانه به دو قاب تقسیم کنند. در تقسیمات گروپ اول پنجم و ششم می بینیم باقی مانده در هر کدام یک است، یعنی اعداد داده شده بر عدد 2 پره تقسیم نشدند. اما در تقسیمات گروپ دوم، سوم و چهارم می‌بینیم که باقی مانده در هر کدام 0 است، یعنی اعداد داده شده بر عدد 2 پره تقسیم شده است. بنابراین از شاگردان سوال میکنیم که چه تفاوت را بین اعداد 11 13 7 و اعداد 8 14 و 10 میبینید. واضح دیده می شود که اعداد 11 13 و 7 اعداد تاقند که بر 2 پره تقسیم نشدند، اما اعداد 8 14 و 10 اعداد جفتند که بر 2 پره تقسیم شدند. بنابراین به وضاحت گفته میتوانیم که اعدادی که جفت باشند بر عدد 2 پره قابل تقسیمند، و یا به عبارت دیگر هر عددی که رقم یکهای آن 0 و یا جفت باشد بر عدد 2 پره قابل تقسیم است. فعالیت ها: فعالیت اول، فعالیت دوم، فعالیت سوم، فعالیت چهارم و فعالیت پنجم. این فعالیت ها توسط شاگردان اجرا می گردد. در تهیه فعالیت ها و مثال ها باید متوجه باشیم که سوالات عبارتی را نیز بگنجانیم.